سلام مادر، حالت خوبه؟ سلامت بود عزیزم، خیلی ممنون. دست خدا بد نده. من نبینی سلامت بود. چه شد زمانی که زمین لرزه اتفاق افتاد؟ بله. کجا بودی همون لحظه؟ بیدم من هم منزلو بیدم هم عروسم چلم کشید آوردم بیرون. درسته. ساعت چند بود؟ ساعت 7 بود، 7:30 بود. 7:30. بله. به خودت که مشکلی برات اتفاق نیفتاد خدا رو شکر. نه واسه اما خون مشکل خیلی داشتم درو نیه بود. درسته. بله. بعد ساخت سازت الان خراب و بیده مشکل داره؟ همه خوب بید من یک بینه خود خوب بید. چه انتظاری داری از مسئولین؟ انتظار دارم که این که راست از بکنه یا وام بدن مو که بچه هم کمک بکنه که بزنه. نه وام کمیته. درسته. وام کمیتی چیزی مونی کنه. یا مال بگم هم اوگی هم دروازه مالی 300 میلیون ما بدن هم دروازه. درسته. ما در خدمتونیم. الان هلال احمر هم به امید خدا چادر برات میاره، برپا میکنه انشالله تا بقیه دستورات از طریق دستگاهی دیگه انجام بدیم انشالله. خیلی ممنون. ما خدمتون هستیم. سلامت. سلامت.